سلام به دوستان کانال ما. برای پاکسازی چاکرای ریشه این کارها رو انجام بدید. 1. اخلاقای بد چاکرای ریشه رو کنار بذارید. 2. از میوه و سنگ‌های قرمز رنگ استفاده کنید. 3. همیشه احساس آرامش کنید. 4. هر روز ذکر یا رب العالمین را 100 بار بگید. 5. ورزش چاکرای ریشه را انجام دهید. 6. هر روز تا 15 دقیقه این مراقبه را انجام دهید. وضو بگیرید و رو به کعبه قرار بگیرید. روی کمر دراز بکشید یا 4 زانو بشینید. چشمها را ببندید. موسیقی فرکانس 396 را گوش دهید. دستها را به حالت آگاهی بگیرید. و 7 نفس عمیق بکشید. تصور کنید کف اتاق پر از نور طلایی یا سفید است. و نور آروم وارد چاکرای ریشه میشه و گل چاکرای ریشه باز میشه. و با باز شدن گل، مانترای چاکرا ریشه رو میگید. بعد گل میدرخشه و از گل نوره قرمز خارج میشه. و آروم کل پاها رو قرمز میکند. و نور در پاها و پایین کمر میدرخشه و کل پاها رو نوره قرمز میگیرد. تا 15 دقیقه توی این حالت بمانید. بعد نور قرمز وارد گوله ریشه میشه و چاکرا را با صدای واعظ میبندید. بعد چند نفس عمیق میکشی و چشمها را باز میکنی. بدن را آروم تکون میدی و بعد از چند دقیقه میشینی. این کارها را روزی 1 تا 3 بار در 7 روز انجام دهید. موفق باشید.